ضمن برگزار نمودن چهاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 37 ساله ساکن شهر دوشنبه معین و دستگیر کرده شد. نامبرده ماه اپریل سال 2023 هنگام در بنای ساختمان ناتمام واقع در کوچه دانش کار و فعالیت نمودنش برای پنهانی از جوان 24 ساله ساکن ناحیه مومن آباد 5000 سامانی و یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی را که ارزشش 3000 سامانی را تشکیل می‌دهد دزدیده از جای حادثه غیب زده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چهاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 27 ساله ساکن پایتخت همچون گمانبر در صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه نوامبر سال 2022 با روی فریب به باوری مرد 52 ساله ساکن شهر دوشنبه در آمده از او 95000 سامانی گرفته وعده داده است که بر عوض مبلغ به او یک عدد автомاشین آورده می‌آید، اما نامبرده به وعده‌اش نایستاده تا حال او را فریب داده گشته است. اینچنین نامبرده ماه نوامبر سال 2022 از زن 45 ساله ساکن شهر دوشنبه 117000 سامانی گرفته وعده داده است که بر عوض مبلغش به او یک عدد автомاشین آورده می‌آید، اما نامبرده به وعده‌اش نایستاده تا حال او را فریب داده گشته است. همزمان خود او با روی فریب به باوری جوان 23 ساله ساکن ناحیه کوشانیان در آمده از او 72500 سامانی گرفته وعده داده است که به او یک عدد автомاشین تمغه تویوتا کمری آورده می‌آید، اما تا حال او را فریب داده گشته است. همین طریق به شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در ناحیه فردوسی عریضه مرد 30 ساله ساکن ناحیه باباجان غفورов وارد گردیده است که ماه سال 2022 مرد 37 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده خود را صاحبکار بازار جلجم معرفی نموده از او به مبلغ 37750 سامانی پروفیل های گوناگون آهنین را به مدت 1 ماه گرفته تا حال مبلغ هایشان را بر نگردانیده است. اوید به این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد.